تحریم هایی که کاملا غیر قانونی، هیچ وجاهتی نداره به لحاظ حقوقی و اعتبار. نکته مهم اینه که این تحریم ها بوده و علاوه بر این تحریم سازمان انرژی اتمی ایران تحت چیز هم بوده، تحت تعقیب هم بوده و با خرابکاری صنعتی، با ترور، با عملیات تروریستی، با همه عناصری که میتونستن به کار بگیرن و جلوگیری بکنن از پیشرفت کشور ما، اونا استفاده کردن و خب ما امروز در بهترین نقطه قرار داریم علیرغم همه این تلاشایی که کردن. جایگاهی که جمهوری اسلامی ایران داره امروز، ظرفیتی که امروز در اختیار داره، گسترده در عرصه ملیه. یعنی شما ببینید ما این سیاست درهای باز، نوآوری باز رو که مطرح کردیم، شبکه بزرگی که امروز صنعت هسته‌ای رو داره پشتیبانی میکنه و در خانواده صنعت هسته‌ای تعریف شده و نقش آفرین است. این وجه مهمه این موضوع. نکته مهمتر که من بتونم پاسخ سوال شما رو داده باشم، ما از تحریم نه آسیب دیدیم نه آسیب خواهیم دید، چون اصلا نیازی نداریم که بخوایم از خارج از کشور چیزی رو تهیه بکنیم. این مسیریه که با تحقیقات درونزا، تحقیقات نتیجه گرا، فرایند این تبدیل ایده به محصول به یک جریان تبدیل شده، یک ظرفیت برجسته است. ما میتونیم اون آنچه رو که به عنوان یک نیاز مطرح میشه، اون مسئله رو با روش کار پژوهشی انجام بدیم، با ظرفیت دانشی که داریم اونو تبدیل به فناوری و به محصول بکنیم. این دوره یک دوره‌ای بود که در گذشته شاید بعضی از اینها 10 سال طول می‌کشید. الان فرآیند تبدیل ایده به محصول و رسوندن محصول در سازمان انرژی اتمی ایران به کمتر از 3 سال رسیده و اگر هم که میگیم کمتر از 3 سال، مثلا در بخش پزشکی و سلامت فاز بالینیش زمانی رو باعث الزاماً طی بکنه. اون دیگه چیزی نیست که ما بتونیم زمانش رو کوتاه بکنیم. اجبار اون ماهیت اون موضوع که باید فرآیندش رو تبدیل بکنه. ولی سایر بخشا که چنین الزاماتی نداره، ما آنچه را که اراده بکنیم به یاری خدا بهش میرسیم.